1979. An unprecedented wave of protests hits one of the world's oldest monarchies. Millions of angry Iranians demanded the Shah's abdication. The failing state's response is military repression, and martial law is decreed. در روزهایی که داشت انقلاب شروع می‌شد، 4-5 روزی بعد از این بود که یک نماز عید فطری در تهران برگزار شد، خیلی عظیم. و چند روز بعد بود که سینما رکس آمریکان آتش گرفت، در نتیجه اصلا تمام فضا به هم ریخت و مثلا چند روز بعد رسما شلوغ شد. انقلاب برای من اول با صدا شروع میشه، یعنی واقعا صوت بود بیشتر اون روزها، فریادها، الله اکبرها یا شعارهایی که به هر حال به گوش میرسید. به اجرای بعدش هیچ کس نمیتونست فکر کنه که چه اتفاقی میفته، اما اتفاق اون روز شگفتی داشت و پر از زیبایی بود، پر از آرمان بود و همه بودن. یعنی تو تاریخ انقلابات بیشترین حد از مردم توی خیابون بودن. نه خیلی غیر مترقبه بود، اصلا همچین نشانه هایی دیده نمیشد تا 1 سال قبلش. من پیش بینی میکردم که این آتش روشن خواهد شد، یعنی اونقدر محرومیت بود، این فشردگی روی ملت ایران پیشنهادی انقلاب میکرد و به وقوع پیوست. No sooner had the revolution begun than people attacked the symbols of the regime's decadence. These included cinemas. احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. The people pressured the Shah into exile, euphemistically referred to as a trip. On January 16, 1979, abandoned by his American allies and visibly weakened by his 6-month struggle to retain power, the Shah left the country under the gaze of his last few supporters, never to return. Popular revolution drove out the Shah, but it was another revolution, that of 1917 in Russia, that had paved the way for his dynasty's ascension in 1926. اوایل قرن 1300 خودمون در اون موقع یه انقلابی شده بود تو روسیه، انقلاب اکتبر شده بود و دنیای غرب می‌خواست جلوی این انقلاب اکتبر رو بگیره که سرایت نکنه به سایر کشورها، چون که سرایت هم کرده بود، از اونور به چین سرایت کرده بود، به مغولستان. این خطرناک بود برای غرب، میخواستن جلوشو بگیرن. آمدن دور این روسیه شوروی رو یه حکومت‌های دیکتاتوری گذاشتن که ضمناً مترقی هم باشه، یه کارایی هم بکنن که مردم رو راضی بکنن که مردم دنبال کمونیسم نرن. Iran was now headed by a man whose patriotic fervor set the country on the road towards major change.
development of the railway network became a priority. Countless roads, tunnels, and bridges reflected a determination to create a resolutely modern urban landscape. Reza Shah, the new monarch, developed public education, inaugurated the first university, built museums, and revamped the administration. This authoritarian modernization was the public mask of a dictatorship. رضا شاه در واقع تجدد آورد، نه تمدن. فکر کرد که اگه مثلا قبا رو نپوشن، کت شلوار بپوشن، دیگه حالا مردم دیگه متمدنن. خب بعد سینما میخواستن، خب ولی سینما غیر از وسایل فنی هنرمند چیزا که سینما رو بشناسه، زبان سینما، اینو نداشتن. در واقع مهاجرینی که از انقلاب روسیه فرار کرده بودن اومده بودن ایران، بینشون یه عده هنرمند بود که سینما خونده بودن، تئاتر خونده بودن، اینا اومدن ایران، پناهنده شدن، سینما رو هم اینا شروع کردن. Indeed, it was an Armenian, Ovanes Ohanian, who in 1933 made the first Iranian feature-length film, Haji Aga, the cinema actor. The film relates the adventures of Haji Aga, a pious man and fierce opponent of the cinema. A director, determined to change his mind, sets about filming him without his knowledge. When he finally sees his image on the screen, he realizes the cinema has some virtues after all. فیلم حاجی آقا اکتور سینما در واقع به یک نوع دفاعیه است از سینما به عنوان یک ابزار مدرن، یعنی که این ابزار یک وسیله مدرن در برابر تفکر سنتی و هنجارها قرار گرفته. اوهانیان داستان برای ملت تعریف نکرد. اوهانیان کار زیبایی که انجام داد، جهان خود ایرانی رو به خودش نمایش داد. یعنی در واقع یک گفتگوی بین خود انسان ایرانی برقرار کرد، تفکر خودش و اون جهان بیرونی خودش. و این رو اون انسانی که حالا با افسانه ها آشنا بود و یا با قصه های سینما آشنا بود تحمل نکرد. متاسفانه سینمای اوهانیان دیده نشد. During the Second World War, the ambiguity of Reza Shah's links to Germany cost him his throne. Iran was invaded by the British and Russian armies. In 1941, under pressure from London, the sovereign abdicated in favor of his eldest son. Educated in Switzerland, Mohammad Reza was young and cultured. The contrast with his father's despotism was an immediate source of popularity. But the euphoria was short-lived. The people were tired of British meddling, but saw the young Shah handling with kid gloves the colonizer that had put him in the throne. In 1951, he opposed the nationalization of Iranian oil, and with it his prime minister, Mossadegh. Two years later, with the Shah's tacit consent, the CIA overthrew Mossadegh. The country came under American influence, an influence visible in the cinemas. من رفتم بهروز جون. به ماشین که احتیاجی نداری؟ نه جونم، ماشین کارخونه ساعت 8 میاد منو میبره. امشب خیلی کار دارم، میترسم نتونم تا صبح خونه برگردم. تو هنوز تب داری روشن؟ کاش نمیرفتی و استراحت میکردی. زود برمیگردم عزیزم. چیزی لازم نداری؟ چرا؟ اون گیلاس مشروب منو بده من. خیلی خوب. بیا بگیر. روشن؟ ها؟ صبر کن ببینم. کم مونده بود یادم بره. هیچ میدونی امشب چه شبیه؟ بهروز. خدایا فراموش کرده بودم که امشب دومین سال ازدواجمونه. اگه من جای تو بودم حتما از این فراموشی میرنجیدم.
In the 1950s, cinema was looking to sell dreams using the same old ingredients: palaces, finery, Prince Charmings, and sentimental intrigues. A show of wealth that gave Iranians the illusion of prosperity. بچه رو کجا میبری؟ تو چه مربوطه؟ به من چه؟ بچه منه. تو مرد تو که با اون زن هرجه چاک دهن تو ببن میزنم دک و پوزتو داغون میکنم. بابا جون برو دنبال کاره. میزنه لول آوردت میکنه. چه؟ بچه رو بگی بینم. برو پی کاره. In 1958, Farrokh Ghafari was the first filmmaker to carry his camera away from the papier-mâché sets of the movie studios. In his film, South of the City, he addresses the underprivileged areas of the capital. The protagonists were paupers, citizens from the underclass, of whom there were tens of thousands in Tehran. But Ghafari was too far removed from the watered-down images of the cinema of the time. His film was banned by the censors. یک دوره‌ای بود که لااقل خبر به مقامات اطلاعاتی دولت رسیده بود. حالا اصل چی بوده نمیدونم، که شوروی داره پول خرج میکنه در ایران که وضع ایران رو به عنوان یک کشور عقب افتاده ثابت کنه. فیلم توقیفه لااقل برای مدت 3 سال و خودتون میدونی ما فقط یا چاوکش تیپ کلا مخملی رو نشون میدادیم یا کافه اینجوری نشون میدادیم. دیگه نمیشه گفت که مطالعه‌ای در وضع بد طبقه کارگر رنجبر ایران اصلا از اینجور مرام و چیز نبود. من میدونم چه سوسیالیسم چیه، میدونم کمونیسم چیه و اصلا چنین چیزی نبود. می‌خواستیم یه فیلم بسازیم که با واقعیتی بخونه. دیگه این خیلی سطحی بود قربونت. ببینین اگر 1 2 تا 3 فیلم بوده اینجوری، ولی همینطور محصول سینمای ایران می اومد که به هیچ چیزی از واقعیت اجتماعی خوب یا بد کاری ندارم ایران مربوط نبود دیگه. On October 26, 1967, 25 years after his ascension to the throne, Mohammad Reza Pahlavi awarded himself a coronation ceremony. The king and queen paraded in a carriage before the jubilant throng, a fairy tale image of a mirage of shared wealth. In 1965, Cameron Sherdel was commissioned by the Minister of Culture to direct a series of short films singing the praises of Iran's modernization. He accepted the order, but elected to film the country as he saw it. None of his films were approved by the censors. تبلیغات زمان شاه تبلیغات واقعاً تبلیغات غریبی بود، تبلیغات عجیبی بود. کافی بود که آدم‌هایی که بودن مطمئناً به جز من خیلی دیگه بودن من به این تبلیغات نگذارم و در واقع یه مقدار به دل واقعیت برم و در واقع تو کوچه خیابون راه برم. کار دستگاه‌ها و کار آدم‌هایی که به هر حال سیاستگزار یا سیاستمدارها هستن حاشای قضایی، حاشای واقعیت هست در واقع. خب این یک جنگ طولانی عجیبه به حساب تاریخی و در واقع از مثل یه اسطوره است خودش.
خب طبعا اینها قبول نمی‌کردن که اینا واقعیت و در واقع کار ما یواش یواش به شرط بندی می‌کشید که البته دیگه اونا کوتاه اومدن چون مطمئن بودن که به هر حال بازنده اصلی اونا تنها کاری که تونستن بکنم بود که فیلم‌ها رو توقیف کنن و در واقع دست من رو از ادامه راهی که در پیش داشتم در واقع کوتاه بکنن. In the 1970s, the soaring price of oil enabled the Shah to consolidate most of the country's economic and social structures. Iran was swept into modernity. A wind of emancipation blew across the land. من یه ساعت اونجا بکاری لااقل می‌خواستی که با یه چیزی خودم تو خونه برسونم که 20 روپیه پایی نخواد منو سوار کنه. افسر داشت جریمه می‌کرد می‌فهمی؟ برو بابا افسری یه ساعت دنبالت می‌کرد جریمت کنه. ساعت 1:30. اگه بخاطر این طول سعی که درست کردی نبود یه دقیقه هم تو خونت با این نمی‌سادم. وانه می‌سادم. 300 دفعه گفتی. اگه همین طول سگ نبود چه بهانه‌ای می‌آوردی؟ چه بهانه‌ای بیارم تو می‌میری خیلی تو خونت به من خوش می‌گذشی. ازم میزنم ها. The metamorphosis of Iranian womanhood was without a doubt the most glaring expression of the influence of the American model. تهران گشاده رو مستقبل و دائما بیدار بود با نایت کلاب های فراوان دیسکوهای فراوان مراکز تجمع زیاد چهره عبوسی هم داشت در ارتباط با برخوردها و تضادها و فواصل و تبعیضات اما جان ایرانی داشت حالا معضلات خودشو داشت گرفتاری های خودشو داشت نطفه‌ای در حال شکل گرفتن بود زیر پوست شب داستان یک جوان از طبقه سوم در تهران که این در بازرسی‌های سینما بلیط می‌فروشه و شبام توی سینما زیر صندلی‌ها می‌خوابه. این در یکی از صبح‌هایی که از سینما میاد بیرون و زندگی روزمره‌اش رو شروع می‌کنه با یه توریست آمریکایی برخورد می‌کنه دختر که این توریست هم صبح باید پرواز کنه بره. و این دوتا با لکنت زبان و نفهمیدن همدیگه و ایما اشاره قرار میذارن که تهران رو توی 24 ساعت بگردن و یه عواطفی هم بینشون به وجود میاد. پسر خیلی شیرینه و اینا از بعد از ظهر از صبح که تا بعد از ظهر از بعد از ظهر میل به برقراری ارتباط جنسی با هم دارن
ولی جایی پیدا نمیکنه تو تهران، هیچ جا. For the underprivileged of Tehran, this American female idea was, of course, inaccessible. Under the Skin of the City perfectly expressed this frustration. خب پسره بالاخره در برخوردهای کتک میخوره، خونی مالیش میمونن و میبرنشون کلانتری. دختره رو میبینن پاسپورت و ویزا داره و بلیط داره، میفرستنش فرودگاه، اینم تو زندان، گوشه زندان کلانتری، به یاد خاطرات اون روز استمنا میکنه. و اون هواپیما پرواز میکنه، اینم انزال بهش دست میده. دختری که با اون کفشای پاشنه سناری بتونه اینجوری ترافرس فرار کنه حتما یه چیزیش میشه. The cinema of the 70s quickly succumbed to the sirens of easy money. اما اگه پا رو دومشون میذاشتن اون وقت An invasion of low-grade movies hit the screens with an unending procession of women as sex objects, superficial plots, schoolboy humor, and punch-ups. بشم رسوا بشم یا که پیش گل روی تو یه روزگار بشم من توی دام کمند تو گرفتار بشم از تو من سیر نمیشم به خدا از تو دلگیر نمیشم به خدا Despite the rampant westernization, the bazaar retained its traditional character. It was the symbol of a national identity that resisted external influences. Unsurprisingly, therefore, it gave birth to the first anti-hero in the history of Iranian cinema. Gaysar tells the story of a vendetta rooted in honor. No longer trusting his country's justice system, a man decides to avenge his sister. Cinema-goers identified more readily with the vigilante as the story is played out in a working-class district. Its success was dazzling. Gaysar smashed all box office records and heralded a new style of cinema.
یه سیگار به من بدین. 24 سالم بود که نوشتمش. مرسی. 24 سالم بود نوشتمش و 25 سالم بود ساختمش. 24-25 سالم بود ساختمش. قیصر در به جهت حرف تازش، یعنی اینی که با تمام سینمای اون روز و نگاهی که حالا اصلا وجود داشت، یک کشتی پر از رقص و آواز و خوشبینی های اجتماعی و اینها بود. این تلخی و تندی و این که عکس العمل خیلی مهمه. یعنی چرا عکس العمل وجود نداره؟ چرا جامعه عکس العمل نداره؟ این چون به زبان به اصطلاح عام گفته شد، عام هم جواب داد و چون روشنفکر فهمید این رو، روشنفکر هم جواب داد. قضیه اصلا پیچیده نبود. حالا موج نو اسمشو بذاریم یا هر جریان دیگه، بر جهت تفکر تازه بود. یعنی بعد از قیصر چند ماه بعد گاو داریوش مرجویی نمایش داده شد و بعد به حرف جوونا گوش کردن، یعنی ازشون داستان قبول کردن، قصه قبول کردن، فکر قبول کردن و این جریان در اون 3-4 سال از فاصله 48 تا 52-3 بعد راه افتاد. At the start of the 1970s, far from the chaos of Tehran, a young film director sought to get back to his roots. Sohrab Shahid Sales was looking to impart a new rhythm to his films, one more in step with real life. With a simple event, a character drama shot in a small town in northern Iran, he invented an aesthetic and a poetry that was to become the trademark of Iranian cinema.
کی هستی؟ زنم مریضه. خونتان کجاست؟ اون بغله. اون چیزی که شهید ثالث ایجاد کرده بازگردوندن شباهت زندگی با اون چیزی که در سینما داره اتفاق میافته. برای که ما یه زندگی داریم در بستر جاری خودش، یه زندگی داشتیم تو فیلم ها که متأثر از دکور، نور، گریم، دیالوگایی که یکی نوشته، هیچ شباهتش رو به زندگی از دست داده. اینه چشه؟ این که مرده. درسته این فیلم ها در زمان خودشون تو جامعه فراگیر نشدن، اثر مستقیمی رو گستره تماشاچیان نذاشتن، ولی این فیلم ها رو سینماگرای دیگه اثر گذاشتن. اصلا یه چیزی بود، بنیانگذار هر تیکش مثل نسخه دواست برای هر آدم فیلم میکری و مطمئنم هر کسی از یه قرصش استفاده کرده. یعنی تمام این موقعیت یک بچه در یک خانواده که فهمیده نمیشه، موقعیت یک بچه در یک سیستم، موقعیت بچه در کلاس، من مخش شب، مخش روز، فلان اینا، مادر مریض، نمیدونم فقر، فلان نمیدونم، تمام این المانایی که در فیلم آقای شهید ثالث بود تکه تکه بعدن هر کدوم شده فیلم سینمایی با اسم مختلف. In 1971, a megalomaniac Shah at the height of his glory commemorated 2,500 years of the Persian Empire. In a production worthy of the wildest Hollywood excesses of Cecil B. DeMille, the sovereign attempted to write himself into the history books as the descendant of Persian kings. شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من آهای به همتون هستم. پول کاشت از منه، پول جا از منه، پول همه چی از منه. اگه از این مردم بپرسید که این سنگو میخوان یا منو، همه منو میخوان. A premonitory film, The Journey of the Stone, raised the possibility of a revolt against the powers that be. The only escape from oppression, religion became a tool, a weapon in the insurrectionists' arsenal. قرآن ما میگه
با زور بجنگین. علی فقط قسم خوردنش مانده، جنگیدنش یاد بگیرین. قرآن فقط رو قبران نخوانین، کنار زور وای نستین. این حق شما و بچه‌تانه که ناحق شده. هر کسی مرد باشه و این طرف بیاد، با ما بیاد، مرد خداست. تو دلاتانه بزورید، چی زور میگه؟ حالا نمیدونم چقدر پیشبینی بود، چقدر نبود، چقدر این انطباق شانس بود، اما فکر نمی کنم شانس بود، به جهت اینکه خب تو تحلیل‌ها و نگاهی که به فیلم می‌کنیم می‌بینیم که خیلی لحظاتی که اون انطباق صورت میگیره در انقلاب و اون فیلم وجود داره. من میرم بالا، دل ما دروغ نمیگه. گور پدر بیستمانت جواب خدا را کی میده؟ بله وایسا. اصلا فاعل فردی تبدیل میشه به فاعل فوق فردی و فاعل فوق فردی که تبدیل میشه به فاعل اجتماعی. هیچ وقت فاعل اجتماعی خود به خود به وجود نمیاد. این پیشبینی رو بهرام بیضایی هم در رگبار کرد. شما در هر مقامی از تفکر نگرشی اگر به وجوه جاری عمقی جامعه ایران میکردید میدید که یه چیزی در حال شکل گرفتن است. حالا اون چیز رو سکوهای سیاسی هر کدوم میخواستن به نفع خودشون ترجمه بکنن، ولی اون تغییر داشت به وجود میومد. مهم نیست چقدر زندگی تلخه، مهم این است که آدم شیرین است و وقتی شما در تلخا نگهشون دارید گزند شیرینی در انتظار است. حالا به این کندوی متروک گوشه جنوبی تهران افتاده با تمام حواس زندگی که توش میبینیم، باهوش هستند، هویت دارند، ملیتشون پشت سرشون هست، اساطیرشون رو در همون محیط محجوب قهوه‌خانه میبینیم، رستم و سهرابشون به دیوار است، اما در این محرومیت تلخی به سر میبرن که مقام تعلق ازشون سلب شده. خب یکی از اینا میپرد از کندو و نیشی به شهر میزند. اینجا اومدی چیکار کنی؟ برو شو برو تو بیرون نکردم. چقدر میشه در سکون بود و حرکت رو تماشا کرد و زنده بود. و وقتی که شما در یک قربت بی‌نهایت قرار میگیری، تو اون قربت بی‌نهایت یه بغضی در آدم هست میون آینها. این قربت بی‌نهایت این نمیدونه کجاست، نمیدونه کیه، اما این قربت بی‌نهایت حس میکنه و میترکه.
In February 1979, a few weeks after the Shah's departure, a plane from Paris landed at Tehran airport. Aboard was the Ayatollah Khomeini, exiled 15 years previous. A vast human tide, more than 20 miles long, gave him a triumphal welcome. But it was as a simple citizen that the Ayatollah Khomeini made his pilgrimage to Martyrs Square. His speech, delivered against a backdrop that symbolized revolution, stripped the Shah's government of what remaining legitimacy it might have had. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. A new era began. Elections were organized just weeks after Ayatollah Khomeini's arrival. Iran became the world's leading Islamic republic with 98% of the vote. نیست که انقلاب از نوع مذهبی بود و در جریان انقلاب اگه یادتون باشه سینماها یکی از چیزهایی که باش مردم برخورد می‌کردن سینماها بود، همونطوری که با مشروب فروشی و همونطوری که با بانک، یعنی هم معضل اقتصادی هم معضل به اصطلاح فرهنگیشون رو اینطوری میدن و معضل شرعیشون رابطه با اونها، یعنی همه اینها مثل یک المان سمبولیک مطرح بود. سینماها برای اینکه آخه این اواخر دیگه انقدر دیگه سانسور ما از جهت مسائل سکس و خشونت دیگه آزاد شده بود که همه جور فیلمی نشون داده میشد و خیلی هم فیلم‌های پورنو، یعنی مردم واقعا اینی که ریختن آتش زدن فقط به خاطر این مسائل بود و الا چیز دیگه هم گفتن این مرکز فساده، اینجا مثلا یه فاحشه‌خانه است اینجا اینطوری. The revolution encouraged the demonization of cinema. In 9 months, 125 cinemas were burned down or closed. Most never reopened. A climate of suspicion pervaded the entire industry. Paradoxically, the salvation of Iranian cinema came from a film shot during the Shah's reign. In a speech, Ayatollah Khomeini, who had by chance seen the film The Cow on television the previous night, declared, "We are not against cinema. We are against what is ungodly. The Cow is an instructive film."
Thus were the contours of an Islamically correct cinema shaped. اون الگو شدن گاو از این نظر مهم بود که تکلیف سینما روشن شد که یعنی سینما باید باشد و اتفاقا سینمایی ما در نظر داریم که مثل این فیلم گاو باشه، یعنی فیلمی باشه که به همه مردم بدبخت مستضعف و محرومین زمین و اینا به اینا بپردازه، ساده باشه، واقع‌گرا باشه. اینا تمام الگوها رو در واقع این فیلم داشت. فیلم گاو چند تا مشخصه داشت. یکی این که فاصله زیاد داشت با اون چیز که بهش میگفتیم فیلم فارسی به دلیل مسئله زن، چون یکی از مسائلی که سینما داشت فضاها بود که میدونید مثلا کافه ها، زن ها، نمیدونم صحنه های اتاق خواب و رقص و امثال اینها. خب فیلم گاو فاقد اینها بود. حالا از نظر ظاهر دیدنش برای هیچ کس چیزی نبود، محدودیتی نداشت، حتی شخص امام. Ayatollah Khomeini was the hub of all power and could count on the people's unfailing support. The passage from monarchy to Islamic Republic gradually gave Iran more traditional and religious overtones. The reforms that accompanied the spiritual revival affected all levels of society. اولین سوالی رو که مطرح کردیم این بود که آیا ما میتوانیم سینما داشته باشیم یا نمیتوانیم سینما داشته باشیم و بعد پاسخش رو مجبور شدیم پیدا بکنیم و پاسخش این بود که ما میتوانیم سینما داشته باشیم. چرا ما میتوانیم؟ دلایلش واسمون روشن شد. ارکان سینما ایران واسه ما تعریف شد، معلوم شد چه چیزایی رکنه تو سینما و معلوم شد چه افق‌هایی رو باید به سمتش بریم. تمام محور برنامه ما فیلمساز بود، نه فیلم. و یه فرق بزرگی است بین فیلم و فیلمساز. برای اینکه فیلم داشته باشین همواره امکان رو دارین که بهترین آدم رو تو دنیا پیدا بکنین، سفارش بدین براتون فیلم بسازن. ولی ما می‌خواستیم فیلمساز داشته باشیم. خب ما نمیتونستیم تکیه کنیم و بسنده کنیم به نیروی موجود از قبل از انقلاب بودن، لذا برنامه آموزشی وسیع طراحی کردیم. به تعبیر خودمون میگفتیم تور رو هرچه گسترده تر پهن کنیم امکان در واقع صید استعداد بزرگتر هم بیشتر میشه. لذا سینمای جوان، انجمن سینمای جوان که یک تشکل در واقع سینماگری بود و وابسته به دولت، نه متعلق به دولت، این با دست باز نزدیک به سالی 5000 نیرو رو آموزش میداد. من فکر میکنم الان آموزش دیده های اون 90,000 نفر آموزش داده باشه تو طول این مدت. حمایت، هدایت و نظارت. بنیاد این به اصطلاح مثلث حمایت، هدایت و نظارت این بود که ما برای اینکه بتونیم به سینمای مطلوب برسیم، سینمایی که هم از نشانه‌های ابتذال و سطح انگاری دور باشه، بایستی یک جریانی رو مورد حمایت قرار بدیم که جریان کارگردان‌ها رو دوستان مورد توجه قرار دادن. و برای اینکه این حمایت جدی‌تر بشه گفتن حتما بایستی ما تو روند شکل‌گیری فیلمنامه، در واقع میشه گفت برای اینکه به یک داستان خوب و مناسب برسیم، این هدایت‌های خودمون رو اعمال بکنیم. از طرف دیگه در روند هم بایستی نظارت بکنیم. اما هیچ کدام از این سه بخش نمیتونه به تنهایی کمک کننده باشه برای اینکه ما به یک سینمای سالم و خوب به زعم دوستان برسیم. در نتیجه کارگردان سالاری در سینما ایران مورد عنایت جدی قرار گرفت. تهیه کننده ها در صف دوم و حتی سوم قرار گرفتن. ما در نتیجه این سیاست ها تقریبا میتونم بگم به یک سینمای گلخانه‌ای رسیدیم، به یک سینمای پاستوریزه رسیدیم. A major event was to shatter the country and the international community. On November 4th, 1979, the U.S. Embassy was targeted, accused by Islamists of being a nest of spies in the pay of the great Satan. The taking of American diplomats as hostages severely dented the image of the Islamic Revolution. The hostages remained in captivity
for 444 days. Diplomatic relations between Iran and the United States were broken off. Meanwhile, a nationwide witch hunt was organized. Anybody who directly or indirectly participated in the imperial regime was arrested. Summary trials resulted in the systematic execution of the Shah's former generals. While Iran was diplomatically isolated from the rest of the world, a terrible threat was gathering at the country's borders. یا وضعیت ضد است و معنی و مفهوم آن این است که احتمال حمله هوایی دشمن می رود ولی هنوز قطعی نیست. من حدوداً 17 سالم بود که جنگ شروع شد. دبیرستان میرفتم. رفتم تخم مرغ بخرم. چی بخرم؟ یه لحظه دیدم هواپیما خیلی با ارتفاع خیلی پایین. هواپیما میگ عراقی بود که تو کوچه‌مون دیده شد رد شدن. اول تعجب کردم چه خبر شده؟ اینا اینجا چیکار میکنن؟ این اندازه پایین. نمی‌دونستم هواپیما عراقیه. بعد که دیگه اخبار در عرض چند دقیقه پیچید که ظاهراً اومدن و فرودگاه مهرآباد رو زدن و دیگه آغاز این ماجرا. On September 22nd, 1980, Saddam Hussein's troops invaded the south of Iran. Hundreds of thousands of Iranians fled the combat zone in a massive exodus. Iraq was counting on the tacit complicity of the West in conflict with the Islamic regime following the hostage-taking, and on the inertia of the USSR still mired in Afghanistan. Taken by surprise, the Iranian army took several days to organize itself. Saddam Hussein's aim was to seize the nation's wealth. تقریبا در تمام کشورهایی که درگیر جنگ بودن سینما به مفهوم حیات طبیعیش منتفی میشه، تعطیل میشه و سینماگران هم مجبورن که لباس نظامی بپوشن و در بخش سمی بصری ارتشاشون مشغول به کار باشن. در صورتی که تو سینمای ما همچین اتفاقی نیفتاد. ما در شرایط جنگ مثلا در شرایط جنگ بود سینما متولد شد. جنگ کار خودشو میکرد، بقیه زندگی در جریان بود. ما قرار نبود که بخشی از زندگی رو تعطیل کنیم به دلیل مسئله دیگری. ما همه مردم تلاش میکردن دفاع کنن از مرزها، مقابله کنن با دشمن، ولی بقیه فعالیت‌های جامعه ما در جریان بود، کارش خودش انجام میداد. اینا من معتقد نبودم که اینا مانع همدیگه است. شما یه چیزی رو میخواید در واقع مدیریت بکنید که برای کشور مهم نیست. واسه شیر بچه ها باید دنبال ارز باشه، واسه دارو باید دنبال ارز باشه، واسه قطعات یدکی مثلا فرض کنید سلاح باید دنبال ارز باشه. حالا ما میخوایم ارز بگیریم واسه فیلم سازی. خب خیلی کار سختیه که آدم بتونه در واقع توی همچین ورطه‌ای موفق بشه. ولی خب شد. ما درست در زمانی که تهران زیر موشکباران بود شاهد ساخته شدن یه فیلم بودیم، فیلم گراند سینما مال آقای حسن هدایت. در یک ساختمان این فیلم برداری داشت میشد که در جوارش ساختمانی بود که توش موشک خورده بود. خب عملاً مواجه شدم با اینکه هر صحنه‌ای که شروع می‌کردن فیلم برداری کردن این احتمال وجود داشتش که وسط صحنه یه جای تهران یه موشک بخوره.
و طبیعی بود وقتی موشک میخورد بالاخره این شوکی که ایجاد میکرد، اگه نزدیک بود دوربین رو تکون میداد، اگر که دورم بود هنرپیشه رو تکون میداد. گروه نشسته محاسبه کرده بود که فاصله بین دو موشک حداقل چقدره و در آورده بودن که این فاصله حداقل 7 دقیقه است. واسه همین هنرپیشه‌ها آماده می‌شدن، گریم می‌کردن، همه آماده، فیلمبردار، همه گروه آماده، منتظر که موشک بزنن. به محضی که موشک اول می‌خورد شروع می‌کردن کارشون رو انجام دادن، چون مطمئن بودن تا موشک بعدی حداقل 7 دقیقه فرصت دارن و تو این 7 دقیقه میتونن پلانشون رو بگیرن. Aware of the army's weaknesses, Ayatollah Khomeini called upon the people to take up arms. The defense of the homeland was presented as a holy war. The propaganda was so effective that though a positive outcome was improbable, hundreds of thousands of families gave up their sons, brothers, and husbands. Ayatollah Khomeini declared that the people feared no one, as it now had an army of 20 million soldiers at its disposal. جنگ من تصمیم گرفتم برای این فیلم آبادان بسازم، به خاطر همین سوختنش، چون که تمام فامیل من لطه پار شده بودن، اومده بودن بیرون و گم شده بودن فلان. روسلینی اومد وسط باش که چجور میتونم اون سینمای بعد از جنگی که ایتالیا و اروپا بود به طور کلی بیارم تو یک سری چیز دست اول از جنگ بود، مثلا همین 2 ساعت قبل اتفاق افتاده بود یا داشت اتفاق میافتاده بود، چیزاش خیلی ناب بود، تازه بود، هنوز کسی نکرده بود. یکی از خصوصیاتش به جز خبرنگاری که میرفتن جنگ فیلم میگرفتن میبردن برای تیوی، کسی کار نکرده بود راجع به من. در واقع شاید اول نفر بودم، شاید نمیدونم، فکر کنم اول نفر بودم که دوران بردم تو جنگ به عنوان فیلمساز حرفه‌ای. Second Search, made only 2 months after the start of the conflict with Iraq, was never distributed. The somber, tragic image that Amir Naderi gave to the war did not suit the regime, which was doing its utmost to instill a sense of sacrifice in the nation's youth. Naderi saw war as synonymous with hell, the opposite to the official version, which promised martyrs direct access to paradise. رهبرمون فرمودن که من بازوی شما بسیجی‌ها رو میبوسم، ولی من میخوام که پای شما رو ببوسم. حاجی تو رو خدا بلند شید. The Islamic State soon saw the seventh art as an effective tool to encourage people to go off to war. Both epic and mystical in style, these films celebrated the courage of the heroes of Islam who fought the holy cause to defend their nation. Everything possible was done to strip death of any frightening connotations, so that when they died, viewers envied them. این هنر پیچیده به نظرم بهترین وسیله است، بهترین راهه.
شاید بهتر از وسیله گفتن باشه، بهترین راه هست برای بیان مفاهیم پیچیده، بهترین راه هست برای اینکه بتونه با همه مردم تماس بگیره، چون قابلیت‌های بسیار متنوع و بسیار بالایی است. Bashu, the Little Stranger, tells the story of a boy orphaned by the war and left to his own devices. Managing to clamber aboard a truck, he crosses the country as a stowaway. He arrives in a verdant region beyond the Caspian Sea, unaffected by the war. There, he finds a new family. Though not an overt criticism of the war, Bashu offended the sensibilities of a regime struggling to establish its authority. As a result, the film was banned for 4 years. در باشو هیچ چیزی نیست. تمام احتیاط ها شده. در باشو هیچ بهانه‌ای برای توقیفش وجود نداره. موقعی که ساخته شد یک بهانه این بود که چرا مرکز این زنه. زن اون موقع نمیتونستن تحمل کنن، یعنی همه مردان قلچماق و همه این تفنگ‌ها و تیرها و تانک‌ها حق دارن دیده بشن، ولی وقتی از اون میگیرن اون نباید دیده بشه. یک منطق که غیر قابل فهم خواهد موند برای همیشه. قبلا به من 47 مورد گفته بودن از پی باشو حذف کنم، من نکردم. اینکه چرا در این روستا اذان نمیخونن و مردم نماز نمیخونن. اون گفت حداقل شما نمیخواید که ما عنوانمندیشو حذف کنیم. گفتن ما این مرگش چیه؟ گفتش این که هواپیماها از این ور به اون ور میره، نه از این ور به اون ور. گفتن خب یعنی چی؟ گفت از این ور که میره یعنی اینکه ما به عراق حمله کردیم. اینو بکنن از اون ور به این ور یعنی اینکه عراق ما حمله کرده. ما رفتیم این کارو کردیم. در سالهای بعد خب ما طبیعتاً اون سینمایی رو که فکر می‌کردیم، اون چیزی رو که فکر می‌کردیم که به ذائقه خودمون فکر می‌کردیم که زیباتر هست رو معرفی می‌کردیم و ازش حمایت می‌کردیم. مثلا ما اگر که فکر می‌کردیم که خوب مردم ما با برسون آشنا بشن، اصلا نگرانی اینو نداشتیم. وقتی تو جشنواره فجر می اومدیم و معرفی می‌کردیم، نگرانی نداشتیم که مثلا مثل برسون سازی تو سینمامون را بیاد، یا همینطور در مورد پاراجانوف، در مورد تارکوفسکی، چون اینا سینماهای متعالی می‌دونستیم و می‌خواستیم در اون سالها این الگوسازی به وجود بیاد برای سینمای ما. از دلایلی که سینمای بعد از انقلابم رشد کرد، یکیش برمیگرده به این که مهمترینش این که جلوی سینمای هالیوود گرفته شد. این تنها وجه مثبت سانسور در ایران بوده، بقیه وجوهش همه منفی و سیاه بوده. ولی من نمیگم باید کلاً میبستن، یه نوع سهمیه بندی ملی بود. یعنی اینکه کی گفته فقط ما باید ببینیم؟ چرا نباید ما حرف بزنیم؟ این چه مونولوگ یک طرفه ای است که 90% سالن‌های سینمای دنیا در انحصار سینمای هالیوود و بقیه ملل انگار نه اندیشمند دارن، نه تصویر دارن، نه رؤیا دارن، نه درد دارن. چرا باید بعضی از کشورها فاقد سینما باشن و یک کشور به جای همه تخیل کنه یا زندگی خودش به عنوان زندگی ما ارائه بده؟ In 1987, shot according to the rules of the Islamic regime, Frosty Roads was the first film to find success abroad. Initially a major hit in Iran, it was then selected for the Berlin Festival. تو سالن انتظار که وارد شدیم پر بود از ایرانی و خارجی. یعنی صداهای ایرانی‌ها رو میشنیدیم خارجی و من یادم نمیاد چند بار رفتم دستشویی، ولی میدونم خیلی زیاد رفتم دستشویی، چون اصلا یه ترکیبی از اضطراب و ترس و هیجان این چیزا داشتم. یعنی فکر میکردیم که خب این کاری رو که شروع کردیم درست شروع کردیم، غلط شروع کردیم، اصلا چی میشه، چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته. یادم میاد که
بعد از تمام شدن فیلم وقتی نگاه کردم دیدم این دوتا انگشتام رو به قدری من توی دستم فشاردم که جای ناخون‌هام روی این مونده بود. ولی نشستیم فیلم شروع شد دیدم همه در کمال خونسردی راحت رفتن جا، ولی در دل من دنیایی بود. یعنی نجات سرباز رایان اون موقع تو دل من داشت ساخته میشد. بعد اینها فیلم رو دیدن، صحنه‌های خنده‌دارش رو خندیدن، صحنه‌های آرومش رو آروم بودن. بعد دیدم چقدر خوب ارتباط برقرار کرده و چقدر خوب شد و بعد فیلم تموم شد و بعد کف زدن و بعد بیشتر کف زدن دیگه نتونستم جلوی گریه‌مو بگیرم. بمونی اون یکی هم لو بدی اما کور خوندی هر طور شده میکشمت بیرون. فکر کردیم که دیگه داره یه اتفاقایی میفته و چیز غلطی نرفته. این باعث شد که دیگه ما از رو نرفتیم و از تمام امکانات اومد که بریم و شرکت کنیم. یک شعار برای خودمون گذاشته بودیم اون روز و اون این که به امید اون روزی که هیچ فستیوالی بدون فیلم ایرانی نباشه. در کنارش یه چیز دیگه داشتیم که به امید اون روز که هیچ فیلمی بدون فستیوال نمونه. این دومیش بود. Pomegranate and Cane is the most accomplished example of the films with mystical overtones for which the Iranian authorities were hoping and praying. All the aesthetic elements that formed the bedrock for Iranian film success were there. The figure of the child, Persian poetry, traditional values, nature. شعر برای ما مهمه. ما انقدر تاریخ تصویری نداشتیم. اگر سینمای فرانسه رو ببینی از عکاسی و نقاشی میاد. ما عکاسی و نقاشی نداریم. اینا حرام بوده در جامعه ما به دلایل مذهبی. ولی تا دلتون میخواد ما شعر داریم. ما تصاویر رو از شعرهامون گرفتیم. در نتیجه ریشه دووندن در شعر فارسی یک جوری انگار که تغذیه کردین گیاه سینمایی رو برای که بالنده بشه. On July 18, 1988, Ayatollah Khomeini was forced to accept the UN-imposed ceasefire. A decision so bitter, he likened it to drinking poison. In 8 years, the war had claimed almost 1 million casualties from both sides of the border. In Iran, the war martyrs filled cemeteries throughout the country. Mourning was a long, slow process. ما با هم شروع کردیم. ایشون بودن فیلم بردار، من بودم دستیار ایشون. توی یکی از عملیات‌ها یه خمپاره خورد بین ما و سهم من
خیلی کوچیک بود و سهم ایشون خیلی بزرگ و ایشون شهید شدن تو اون عملیات به عنوان فیلم بردار که بچهای بسیار گلی بود که دست رفت. من بعد از 2 تا فیلمی که پشت سر هم ساختم به اسم بوی پیرهن یوسف و برج مینو کاملا احساس کردم که دیگه نمیذارم من فیلم بسازم. کار رو رها کردم، رفتم مغازه پدرم، نزدیک 6 ماه تو مغازه کار کردم. تو اون 6 ماه شبا رفتم رانندگی ماشین به اصطلاح مسافرکشی برای اینکه برم اینجوری ببینم میتونم زندگیمو اینجوری بچرخونم و نپذیرم این شرایط رو و خودم رو آماده نکنم برای اینکه با اینها یه جوری کنار بیام. 6 ماه این کارو کردم. درست تو اون 6 ماه فیلم آژانس شیشه‌ای رو من نوشتم. جنگ توش بوده. این نبود که یه 6-7 ماه یه فیلم جنگی صورت بگیره. بعدم کسی اصلا تو اون فضا آدم داشتیم که نوجوان رفت و جوان شد، جوان بود و میان سال شد و خب طبیعیه که اینها عادت به یه فضایی کردن که جدا کردنشون کار ساده‌ای نیست. خیلی برامون زوره. خیلی زوری همچین تهمتایی بزنن. همچین حرفایی بشه. توی این آسایشگاه‌هایی که آدمای موج گرفته و نزدیک به دیوانگی بودن. از خیلی از اینا وقتی میپرسیدم که شما چرا رفتید جنگ، میگفتن ما فیلم‌های جنگی دیدیم و رفتیم جنگ. یعنی معلوم بود که سینمایی که میگه مردم برید بجنگید، عراقی‌ها بدن، ماها خوبیم، ما اگر کشته بشیم کات بهشت، اینا اثر میذاشته. یعنی این سینما مردم رو تحریک میکرده که بجی. رفتم تو اعماق جنوب شهر، خیلی شب سردی بود و دیدم یک کسی رو اساساش شب عیده و عیدشون رو گوشه خیابون گرفتن. انقدر سرد بود که من ترسیدم اینا یخ بزنن. آرومتر رفتم و دیدم وای که چقدر آدم گوشه خیابون ها زندگی میکنه. بعد فکر کنم اینا که تو این بنزای ضد ناریا دیگه دادم، توش پر از شعار و اینا نوشتم، حتی دادم مجله سروش چاپ کرد و اینا فکر کنم من دارم اونو میسازم و این یه بلوفی بود که من زدم که اینا با خیال راحت فکر کنن یه فیلم داره به نفع جنگ ساخته میشه، ولی من درست زدم به عکس قضیه. آقا ما رفتیم تو این منطقه فیلم بگیریم، یعنی من فیلم رو درازتر مونتاژ میکردم، بعد تیکه هایی که حساس بود در می آوردم، تیکه هایی که کمتر حساسه 4 تا شعار میذاشتم به جای 4 تا حرفی که از اون وری بود. بعد اینا میدیدن فکر می‌کردن خب این 4 تا شعار بالانس کرده. بعد اون تیکه ها رو در می آوردم، اون تیکه ها رو میذاشتم تو سالن که میرفتن. بعد از یه مدت اینا میفهمیدن تو خودشو داره. هنر تو مملکت ما حتما تعریفش با هنر در یه جامعه‌ای که مساوات و عدالت اقتصادی اجتماعی توش برقراره حتما فرق میکنه. باری که 100% رو دوش من فیلمساز ایرانی هست کاملا با یک فیلمساز غربی فرق میکنه. من چه بخواهم چه نخواهم من باید جوابگو باشم. من باید یک مسئولیتی رو جوابگو باشم. حالا گاهی به روی خودمون میتونیم نیاریم اینو، ولی من نتونستم از این دغدغه خودم رو خلاص کنم. خوب تمامش کن. برو پیش یعقوب فعلا یه پولی ازش قرض بگیر. 4 روزش اینجوری میگذره، بعدش چی؟ در آخر میگی چی؟ میخوای طلاق بدم این شوهر پولدار پیدا کنی؟ اولین فیلم بود بعد از انقلاب از عشق حرف میزد. اولین فیلم بود که در واقع به آدما اینقدر نزدیک شده بود. اولین فیلم بود که یک زن روسپی رو مطرح میکرد و نسبت به این زن روسپی همدلی و سمپاتی ایجاد میشد. خب همه اینا کافی بود که فیلم دچار مشکل بشه. Nargis is the story of a love triangle in post-war Tehran. So as not to lose her lover, an aging prostitute is forced into accepting his marriage to a younger woman. برای
بار آخر دادم به وزارت ارشاد. کسی که اومده بود با من گفتگو بکنه راجع به فیلمنامه یه لیستی به من داد که اگه این تغییرات رو بدین میتونیم بسازیم. من خداحافظی کردم، لیستم رو میز ایشون موند و اومدم. داشتم میمدم از اتاقش بیرون، گفت که نمیخواید این نظرات ما رو ببرید؟ مگه نمیخواین بسازین فیلمنامه رو؟ گفتم چرا، فیلمنامه رو میسازم ولی نه الان. گفت پس کی؟ گفتم که ببینید شما امسال اینجایین چون شما پست دارین، سال دیگه ممکنه رئیس سازمان طرح ترافیک باشین، 2 سال بعدش رئیس سازمان گوشت، ولی من جز فیلمسازی کاری بلد نیستم، من سر جامم و احتمالا شما سال دیگه نخواهید بود و من این فیلمو میسازم. که اتفاقا هم همین جور شد. In June 1989, 11 months after the ceasefire with Iraq, the country's spiritual guide and father of the Islamic Revolution died at the age of 89. 4 million people attended his funeral. For 10 years, the figure of Ayatollah Khomeini personified Iran to the rest of the world. His disappearance left a void for new images to fill. This image of a thirsty child with dark skin and tousled hair has been seen all the world over. Is that because its poetry contrasts with the country's fanatical image? The Runner marks the first steps of the Iranian cinema venturing on the international stage. Iran's new ambassadors are its filmmakers. Relishing their role as society spokespersons, they have succeeded in restoring their country's honor. At the festivals of Cannes, Berlin, and Venice, Abbas Kiarostami and Mohsen Makhmalbaf are always major figures. Now joined by Jafar Panahi, Abolfaz Jalili, Bahman Gobari, and others. خودت که شما کمه آقا جون آقا با شما کاری داشتی از خیابون می‌خواستم بچه‌م ما در سینمامون تونستیم سوار قطار تمدن بشیم در عرصه سینما و تونستیم تو این قطار جایگاه واقعی خودمون هم پیدا بکنیم. تونستیم تو واگن درجه 1 بشینیم، تو کوپه ممتازش بشینیم. تونستیم تا شاید چند ماه پیش 2000مین جایزه بین‌المللی سینمایی ما بگیره، علیرغم 1001 حرف و حدیثی که پشت این قضایا بود، سوء تفاهم‌هایی که پشت این قضایا بود.
من فکر میکنم مقامات سینمایی ما از این سینما به این معنی بهره برداری کردن بدون که سینما به نظرم براشون مسئله باشه که اون تصویر فوندامنتالیست خشنی رو که غربی‌ها می‌خواستن با ما ارائه بدن و ارائه هم دادن از طریق این سینما تلطیف کردن. این سینمای بیخونسایی که هر کسی داره کار خودشو میکنه، هیچ خطر رولته نداره، هیچ خطر فوندامنتالیسم نداره برای کسی. این سینما خیلی سینمای خوبیه، خیلی سینمای بی آزاریه. خوبی که عرض میکنم آنتر گیومه برای جمهوری اسلامی کیف میکنه. اینا برخلاف این که قیافه اپوزیسیونی به خودشون میگیرن، برخلاف این همیشه هر وقت که یک مشکلی اونور آبها رخ میده برای اسم ایران، برای سیستم ایران، وجود جشنواره‌ها بهترین راه برای اینکه حذف بشه این مشکلات. یعنی رفتن یک پرچم جمهوری اسلامی توی لوکارنو بالا، رفتنش توی اهتزاز در اومدنش به مراتب براشون اهمیت داره برای سیستم تا اینکه تو اون فیلم چی داره گفته میشه. الهام من چیکار کنم؟ به خدا نمیدونم. من هیچ کس رو نمیشناسم. این همه دکتر. کی قبول میکنه؟ خودت بهتر میدونی. بچه 4 ماهه، اونم زایمان اول، بی شناسنامه پدر، بی رضایتنامه. کی قبول میکنه پری؟ با شوهرت. اون دکتر این همه آشنا داره. بهش چی بگم؟ بهش بگم تو کی هستی؟ رضایتنامه چی؟ خلاص باید یه چیزی بهش بگم یا نه؟ چی بگم؟ سیگاری نبودی؟ شدم. شرایط به گونه‌ای شده بود که از این ور خاتمی تازه روی کار اومده بود و پوز روشنفکری و دموکراسی و اینطور چیزا به وجود اومده بود و جو داد و بیدادهای آزادی به وجود اومده بود. اما توی کار می‌دونیم که نه، جلوی همه گرفته میشه و شرایط بدتر هم داره میشه. من اومدم استفاده‌ای که کردم روزنامه‌ها رو درگیر با خود همین‌ها کردم. یعنی تمام روزنامه‌های اون موقع رو اگر نگاه کنیم به نوعی می‌بینیم که هر هفته یک مطلبی در مورد من دارن که چرا این کار نمی‌کنه. و بعدم کاری که می‌کردم، مسائلی که نمی‌ذاشتم من کار کنم سریع مطرح می‌کردم و همین یک فضایی رو می‌ساختش که شما که گفتید خب قبلی‌ها بهترین، چگونه است که بدتر دارین کار می‌کنید. بعد از 9 ماه خوب این اجازه به من داده شد که این کارو بسازم. سینمایی بود که اینا اول دل بسته بودن تبلیغاتشون رو میکنه، ولی درست این یک پرنده‌ای که هی بال زده با اول قد مرغ میپریده، بعد حالا یعنی یک عقاب رفته بود اون بالا و اینا احساس کردن دیگه عقاب غیر قابل تحمله. اما دیر شده بود، این سینما مشهور شده بود و غیر از داخل ریشه دوونده بود، علاقمند پیدا کرده بود در کشورهای مختلف. The success of Kiarostami and Makmalbaf shaped the career aspirations of thousands of young Iranians. Kurdish filmmaker Bahman Gobadi is one of the most prominent examples. All his films were shot in Iranian Kurdistan, one of the country's most sensitive spots, a geopolitical minefield. نه سیاست میشناسم، نه آدم سیاسی، نه فیلمم هم سیاسیه. فیلم در مورد زندگی کرد هاست. متاسفانه لوکیشنمون لوکیشن سیاسی شده. توی بچه بی دست فیلممو توی قاب دوربینت بذار عکس سیاسی میشه. پس اصلا نمیدونم سیاست یعنی چی. فقط یادشه یه بار رفته توی این زمین ها یه آهن پیدا کرده، گرفتتش، منفجر دستاشو برده. آدم بوی سیاست میده. از روز اولم که فیلم میساختم قرار بر این بود که شبیه هیچ فیلمساز ایرانی فیلم نسازم. خواستم راه خودم رو پیدا بکنم و همچنان فکر کنم نیاز دارم که 5 تا فیلم دیگه بسازم تا بتونم راهمو پیدا بکنم. دنبال
دنبال سینمایی هستم که هیچ شباهتی به فیلم‌های ایرانی دیگه نداشته باشه و این خودش به خودی خود خیلی کار سختی هستش. باید یک نگاه جدیدی رو به سینما ایران تزریق کرد. فکر کنم یه انرژی خون دیگه میخواد. یه ذره از این تکراره باید بیرون اومد. میدونی یه عالمه فیلمساز داریم که مثلا مثل یک آدم بزرگ مثل کیارستمی فیلم میسازن. بسازن عیبی نداره، یکی دو تا سه تا، ولی نه یک انبوه دنبال این جریان سینما باشن. سینما خوبیه، فیلم هنری هم ستایشمون میکنن، ولی صنعت سینما کو؟ درباره علاقمندان بازیگری به سینما که فیلمبرداریش از همین امروز و همین محل شروع شده. بازیگراش هم از بین شما انتخاب میشن. شما علاقمندایی که مراجعه کردید ماشاءالله تعدادتون زیاده. خواهش میکنم نظم و حفظ کنید تا دستیارای من بتونن این 1000 تا فرم رو بین شما پخش کنن. کات برگردیم سال 73، برگردیم 15 سال قبل. آیا همین مردمی نیستن که حمله میکردن، سالن آتیش میزدن؟ حالا همینا میخوان توی سینما باشن. پس یا باید به اون آتیش زدن ها شک کنیم یا این طرف رو باور نکنیم. ولی اگر دوتاش درست باشه چه چیزی این وسط عوض شده؟ من فکر میکنم همون دوران طلاییه. مردم به عکس تصویری که در تلویزیون ازشون نشون داده میشد که هر کسی میخواست حرف بزنه فوری شروع کرد شعارهای مذهبی دادن، سینما از اینا تصویر واقعی تری میداد. این هجوم در واقع میل به دیده شدن بود. این چیزی که ایدئولوژی جلوی مردم ما گذاشت باعث شده بود خودشون هم خودشون نمیدیدن. یعنی انگار یه دستی اینجوری تو صورت اینا بود. این دست رو وقتی تو بر میداری یارو میگه من اینم. Like to get to know you well, like to get to know you want, like to get to know you well. Oh, you really want to get the benefit to the man is trail the bee. شما عاشق oldum بیارت gördüm kaç duvara labları on. پنجره‌دن داشت گله رای پر باخ پر باخ. شما دل کا پرتا پوچ کوئی هموگا کنه. He is looking in the morning in the diner. There is an answer why she had to go. خب خیلی میگن شبیه مری مونرو یا جنیفر جونز. بله. از لحاظ قیافه هم بخواید نگاه کنید دقت کنید یه خورده شبیه جوونیای پل نیومن میمونه. حالا نمیدونم، حالا شاید بخندید ولی خب بچه‌ها رفیقام میگم بهمون. دوست دارم، میمیرم شب به عشق این کار میخوابم. نمیدونم خواب هنرمندا رو میبینم، هر هفته مجله سینما، گزارش فیلم، مجله فیلم. این دروغ رو سینمایی که نزدیک بود به واقعیت میتونست بشکافه. این گرایش مستند تو سینمای ما یک بخشش به طور ناخودآگاه واکنشش علیه اون تصویر چیده شده، تصویر تصنعی که قراره از مردم ما با گریم، بزک، دکور یه تصویر دروغ ارائه بده. میشکنه میگه ما اینیم، ما این نیستیم.